عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم. عن ابو هریره رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس صبحگاه و شامگاه 100 بار بگوید سبحان الله و بحمده، روز قیامت هیچ کس عملی بهتر از او با خود ندارد مگر کسی که همانند او یا بیش از او این ذکر را گفته باشد. صحیح مسلم.